به سبب بارشات شدید در راههای منطقه‌های کوهستان تاجیکستان خطر فرآمدن ترمه و ریختن سنگ و سیل و آبخیزی زیاد باقی میماند. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که تنها روز 9 مارس در راههای دوشنبه ورزوب، دوشنبه خوروغ، خوروغ اشکوشم و دوشنبه خوروغ مرغوب 18 ترمه دیگر فرآمده. راههای دوشنبه خوجند و خوروغ اشکوشم از روز 9 مارس بستند. یک روز قبل شرکت آیرس مسئول نگاهبین راههای دوشنبه خوجند چنوق یگانه راه بین شمال و مرکز تاجیکستان خبر داده بود که دوام یک شبانه روز آخر در این راه 46 ترمه فرآمده است. حالا کارمندان وزارت نقلیات و شرکت آیرس همچنین کارمندان کمیته اولتای فوق‌العاده در راههای ترمه زده نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده به تازه کردن راهها مشغولند. بنا به اطلاع کمیته اولتای فوق‌العاده روز 9 مارس بارش شدید باعث ریختن سنگ در کیلومتر 237 راه درواز شمس‌الدین شاهین کولاب در موضع انجیرآباد ناحیه شمس‌الدین شاهین شده است. با کوشش کارمندان وزارت نقلیات عاقبت‌های سنگریزی در انجیرآباد رفت و راه برای رفع نقلیات دیگر باره باز کرده شده است. بنا به پیشبینی هواشناسان تا پایان هفته جاری خطر فرآمدن ترمه‌ها، سنگریزی و سیل و آبخیزی به خصوص در منطقه‌های کوهستان تاجیکستان باقی میماند. به این دلیل کمیته اولتای فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواست که در این روزها از سفرهای بدون ضرورت با راههای کوهستان، انجام کارهای صحرایی، چراندن چاروا، جمع‌آوری هیزم و علف‌های بهاری، ماهیگیری و شکار در کوه‌ها خودداری کنند. خود را احتیاط کنید.